سلام برابکس، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال حسین کالاف. بچه ها امروز میخوام نشونتون بدم چطوری آقا شما شده توی یوتیوب، اینستا، تیک تاک ببینید مثلا اینا رفتن رو زیبلاینای دیدی چیزی تو خواستمونه یادم رفت میرن بالا بعد چترشون باز نمیشه میان پایین با شاتگان یا اسنایپ مثل مزیار بنگ شاتای خفن میزنن. آقا خب بهتون نشون بدم اینا چتراشون باز نمیشه. مثلا شما بازیتون خوبه میبرید ولی چتراتون باز نمیشه، نمیتونید مثلا این حرکت ها بزنید. مثلا یکی میاد هلیکوپتر بزنه به که خیلی سخته اونا رو بکشی، هلیکوپتر بیاد بزنه بهت که حداقل بپری تو آسمون چترت باز نشه. اینطوری که نمیشه. بیایید کاری بدم بدون یور بدون دشمن مثلا بدون چیز قشنگ برید چترتون باز نشه، قشنگ برید شاتای خفن بزنید. آقا اول بیایید تو ستینگ، همین ببینید را کسی که تازه نصب کردن اینجاست، این ستینگ این چرخنده دیدی اینجاست، این ستینگ. بیاید اینجا ببینید ایو بزنید تا قدیم میشه. برید تو بیسیک برای مود. آقا میایید پایین از این قسمت میایید این اتو نمیدونم ایکسلند چیه اینو ببینید. این اگه آن باشه خودش چترتون خودکار باز میشه، ولی اگه اوف باشه ببینید اینجا باید جامپو بزنید که بره. جامپو بزنید کار جمعه. ایو بیاید آقا بیاید آف کنید کار جمعه. آقا یه چند نفری ها هستن ببین میگن چرا ایممون کمک ایم نداریم تو آپدیت های جدید ایماتون بد کردن. بعضی اصلا دیگه ایم اسیز ندارن آجی. میایدی پایین تو قسمت سنسیویتیه اینا رو این سنس رو بچینید. این سنس منه آقا. یواش براتون برم بتونم چیزی نداره شیری میری کودی هیچی نداره برای این آیه. ببینید اینجا نمیرم بچه این آیه کدشه بچه ها. ببینید 60 37 70 15 71 90 41 65. یو بیاید تو این قسمت سرچ یو بزنید کدایی که بهتون گفتم براتون بالا میره کد اوکی بزنید سنس خفن براتون میاد. ببینید از اول شروع کنم. میرید اینا اینجاست. آقا اینم بود از این ویدیو، یعنی بخیرش نذاشتم. اینم بود از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه لایکی یه سابی چیزی بزنید، چیزی که ازتون کم نمیشه. از هموطنتون حمایت کنید. آقا راستی یه چالش، طرفدارای مزیار بنگ توی کامنت ها قلب سفید بذارن. طرفدارای علی ایزی هم زیر همین کامنت قلب سیاه بذارید. قلب سیاه انگار مرده. نه ولش کن بهای خدا نکنه آجی. قلب آبی بذارید. میرم طرفدارای کدوم بیشتره. اگه بود من میرم بهش میگم میاد دوئل یا نه. برم بهش مثلا میگم وید بدم بیاد دوئل میدونم میواخم ولی ویدیوشو براتون میذارم. اینم بود از این ویدیو. بای